عاقبت زنبارگی و هوسبازی‌های چاتای کار دستش میده و سرنوشت تلخی رو براش رقم میزنه، چرا که دیدیم یلدیز به خاطر کینه‌ای که از چاتای به دل گرفته بود با دوآن همدست میشه و چاتای رو از شرکت میندازن بیرون و چاتای دیگه تبدیل به یه سهامدار جزء میشه، به نحوی که دیگه اونو توی شرکت راه نمیدن و هیچ اختیاری توی شرکت نداره. اما این برای چاتای تازه شروع راه بود، چرا که با نقشه های دوآن که همیشه خودشو به یلدیز نزدیک میکنه و همچنین خواستگاری بیشرمانی دوآن از یلدیز در مقابل چشمان چاتای به کلی کاری میکنه که چاتای از یلدیز دل ببره و به خیانت کار بودن یلدیز ایمان بیاره. اما چاتای به احتمال زیاد وقتی میبینه که دوآن قصد ازدواج با یلدیز رو داره و فریب این بازی‌های دوآن و کمرو رو میخوره، تصمیم میگیره تا دوباره روابطش رو با کمرو از سر بگیره و با ازدواجش با کمرو بتونه سر یلدیز و دوآن تلافی کنه و اینطوری از هر دو نفرشون انتقام بگیره. اما این وسط این ازدواج سوری و انتقام جویانه چاتای با کمرو به شدت فیزا رو عصبانی میکنه، چرا که فیزا به شدت عاشق چاتای شده و حتی پیشنهاد ازدواج مجدد را هم به چاتای داده بود. ولی این ازدواج چاتای و کمرو تمام نقشه های رمانتیک فیزا رو به هم میریزه و شاهد خواهیم بود که این وسط فیزا به شدت تبدیل به دشمن کمرو میشه و مدام با چاتای هم درگیر میشه، تا اینکه چاتای واقعیت رو براش تعریف میکنه که عاشق کمرو نیست و فقط برای انتقام از دوآن و یلدیز باهاش ازدواج کرده و به همین خاطر فیزا هم کوتاه میاد و توی این راه به چاتای کمک میکنه. اما از سوی دیگه یلدیز هم که اصلا قصد ازدواج با دوآن رو نداشته بود، با دیدن ازدواج کمرو و چاتای به شدت عصبی میشه و با چاتای درگیر میشه، درگیری که با حضور کمرو دوچندان میشه، چرا که کمرو هم متوجه خیانت چاتای شده بود و فهمیده بود که چاتای علاقه‌ای بهش نداره و داره بازیش میده و هر آن ممکنه طلاقش بده و بره سر وقت فیزا. و به همین خاطر میبینیم که زمانی که یلدیز به شدت داره با چاتای دعوا میکنه، کمرو وارد خونه میشه و بدون هیچ حرفی از پشت سر به چاتای شلیک میکنه و اونو میکشه.